درود به همتون، عرفانیان هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. بالاخره بعد 2-3 سال وقت شده که این دوربین رو من روشن کنم و یه ویدیو با دوربین بگیرم. چرا؟ چون تصمیم گرفتم بالاخره کانال یوتیوبم رو به شکل جدی دوباره راه بندازم. همونطور که میبینید از 2 سال پیش تا الان خیلی چیزا فرق کرده. خیلی چیزا هستش که دوست دارم دربارشون حرف بزنم، خیلی سوالا هستش که میتونم بهشون جواب بدم و یکم هنوز به دوربین عادت ندارم. واسه همین تصمیم گرفتم که بالاخره هر جوری هم که شده این ویدیو رو ضبط کنم و بذارمش تو کانال، با اینکه خیلی مطلب خاصی ندارم بگم جز اینکه احتمالاً اون سبک محتوای ماینکرافتی که قبلا میذاشتم رو کمتر بذارم و بیشتر یکم دستم رو بازتر کنم یه جورایی و محتوای مختلفی بذارم تا وقتی ببینم کدومشون چیزیه که شما باش بیشتر حال میکنید و البته خودم باش بیشتر حال میکنم. همونجور که میبینین یه گربه هم دارم به اسم پیشول. الان تقریبا 2 ساله که دارمش. یه ویدیو هم مخصوص اون میذارم. کسایی که منو به خاطر ویدیوهای ماینکرافت هم دنبال نمیکنن، کسایی که از قدیم منو دنبال میکنن، دوستان که کامنت بذارین بگین که چه خبرها، چی شد که منو سابسکرایب کردین و نظرتون در مورد این ویدیو چی بود، چه ایده هایی دارین، چه تایپ ویدیوهایی دوست دارین من بذارم. هر سوالی که دارین در موردم بپرسید و من همشون رو میخونم و جواب میدم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ. پیشول خودش همون لحظه تصمیم گرفت که بیاد رو صندلی و منم از فرصت استفاده کردم و بالاخره دکمه ریکورد زدم. پیشول